خلافت اسلامی که اجماع صحابه کرام سر خلافت شده، اجماع صحابه کرام شده. ما وقتی که از خلافت گپ میزنم با این در افغانستان از بروتای تکم کردی میگه او استاد تبلیغی شدی، از خلافت گپ زدم او تحریری شدی، از سیاست گپ میزنم او اخوانی شدی. وقتی که میگم که به مخلوق سجده نکو، به پیر سجده نکو، میگه او سلفی شدی. تفرقه رسای کنی، در حالی که کلی از این اساسات اسلام است. من مسلمان هستم، هو سماکم المسلمین. کافی است که الله ما را مسلمان خطاب کرده. خلافت حزب تحریر ایجاد نکرده، خلافت ابوبکر و عمر و علی و عثمان و صحابه کرام مهاجرین و انصار ششتن خلیفه را تعیین کردن.